درود بر شما. جمعه شب 7 بهمن ماه 1390 خورشیدی و 27 ژانویه 2012 میلادی نخستین برنامه صفحه آخر را آغاز می‌کنیم. صفحه آخر برنامه‌ای است که جمعه ها 8 تا 8 و نیم شب به یک یا چند نفر از کسانی که در اخبار هفته بودند میپردازه و یک صورت مسئله سیاسی، اجتماعی یا فرهنگی رو مطرح میکنه، البته با حضور میهمانان. امشب اسم علیرضا صبوری و حسین علایی فرمانده پیشین سپاه در صفحه آخر است. جمعه پیش خاکسپاری علیرضا صبوری میاندهی در برلین بود. در 22 سالگی سکته کرد و جان سپرد. یکی از جوانانی که در تظاهرات میلیونی 25 خرداد 88 تظاهرات سکوت شرکت کرده بود و بیش از آن که صدای شعار تظاهرات را بشنود، صدای تیر و حمله گروه‌های ضربت و چماق را شنید. بی تردید علیرضا صبوری آینه است در برابر جوانان ایران و نشان دهنده موقعیت میلیون‌ها تن از آنان. پویا نودهی از بستگان نزدیک علیرضا صبوری و همپای او در راهپیمایی سکوت. فرزند پسر دوم خانواده بود. برادرش توی جنگ 8 ساله‌ای که حالا بین ایران و عراق صورت گرفت تو سن 17 سالگی کشته میشه و علیرضا هم تو سن 20 سالگی دچار این سانحه میشه که منجر به مرگش میشه. توی خانوادهشون با مادرش زندگی میکرد. پدرش خودش جزو نیروهای سپاه پاسداران بود که علیرضا باش رابطه ای نداشت. علیرضا در یه مدرسه در رشته جوشکاری صنایع زیر دریا داشت تحصیل میکرد. مثل هر جوان ایرانی دیگه دنبال پیشرفت، دنبال این که بتونه در حال با همه این کمبودایی که تو جامعه هست بتونه خودشو بکشه بالای شرایطی برای زندگیش درست کنه و به هیچ حزب و سازمان و یا جریان سیاسی خاصی وابسته نبود، ولی مثل هر جوان ایرانی دیگه‌ای که تو این ایران زندگی میکنه این محدودیت ها رو دیده، با تمام وجودش لمس کرده، هزاران مانع رو جلوی خودش دیده و اعتراض داره، معترضه، میخواد حرفشو بزنه، دنبال موقعیت، دنبال یه فرصتیه که حرفشو بزنه. علیرضا مثل هزاران جوان دیگه با اینکه توی انتخابات اصلا شرکت نکرده بود، ولی وقتی دید به حال دوستاش، همفکراش، جوونا یا کلا مردم جامعه رفتن رأی دادن، این رأی دزدیده شده و حالا یه فرصتی شده که اصلا بتونن اعتراض کنن، اصلا بتونن در مورد این صحبت کنن که ما چی رو میخوایم چی رو نمیخوایم. ما در تظاهرات 25 خرداد رفته بودیم سمت میدون آزادی. مردم زیاد بودن، ما تو اون جمعیت بودیم که دفعه متوجه شدیم مثل اینکه یکی از بسیجی‌ها یه نفر از معترضا رو مجروح کرده، اصلا از قصد شروع کردن به متشنج کردن اوضاع. مردم رفتن اعتراض کنن به این مسئله که چرا همچین چیزی صورت گرفته، چون تظاهرات کاملا آرام و مسالمت آمیز بود. تا اون موقع اصلا حتی شعار اون شکلی داده نشده بود، ولی اون شخص رفت بالای پشتمون و با اون AK-47 اسلحه‌ای که جنگی اصلا توی معروف به اسلحه جنگی شروع کرد به مردم تیراندازی کردن. اونجا دیگه واقعا جو متشنجی بود، نمیشد آدم همدیگر رو گم میکرد. منم علیرضا رو گم کردم، فقط یه لحظه نیروهای ضد شورش رو دیدم و آدمایی که میافتادن رو زمین و یه عده بلند میکردن میبردن، بعد گاز اشک‌آور زدن. وقتی واقعا فهمیدم که اوضاع چقدره، شب شده و به امید این که حالا علیرضا مثل من یه جایی هست برمیگرده، من برگشتم خونه، دیدم خبری نیست ازش. تا گوشی من زنگ خورد، آخرین شماره که گرفته بود رو گوشیش بود، شخصی اون گوشی رو پیدا کرده بود، به گوشی من زنگ زد، گفت این گوشی رو چمن افتاده. من آخرین شماره رو گرفتم که ببینم این مال کیه، بیام بدم.
کم نبودند آدم‌هایی که در 25 خرداد 88 به دیگران گمنامانه کمک کردند. معترضان را از تیررس دید مأموران حکومت دور کردند، زخمی‌ها را به بیمارستان رساندند و اگر سرنخ و نشانی بود با خانواده‌هاشون تماس گرفتند. اما علیرضا صبوری 2 ماه مفقود بود. از همون وقت خانواده علیرضا افتادن دنبالش، رفتن چند جا پاسگاه اطراف شکایت پر کردن، گفتن این فرزند ما گم شده. تو این تاریخ خیلی چند تا وکیل صحبت کردیم و حتی بیمارستان ها، سردخونه ها گشتیم، پیدا هیچ اثری نبود. چون اون موقع مردم میرفتن دم دادگاه انقلاب میرفتن یا میرفتن دم اوین، اینجا به نوبت اسما رو میزدن و همون روزم ور میداشتن. واسه همین مثلا هر کی میرفت جلوی یکی از اینجا یا دادگاه انقلاب یا اوین، بارا خانواده علیرضا رفتن صحبت کردن، خواهش کردن، ولی به نتیجه نرسیدن و بعد از 2 ماه متوجه شدن که علیرضا مجروح شده، توی کما بوده و توی بیمارستانی که تو اون حول و حوش نبوده بستری شده. مثل اینکه بعدن که این رو رفتیم دیدیمش متوجه شدیم حالا کسایی که کمک کردن این علیرضا رسوندن بیمارستان اینو کشیده بودن، به هر حال تو اون شرایط نمیشد کار دیگه ای کرد. حالا کشیده بودن رو زمین، هر جوری بود رسونده بودن به یه بیمارستانی و اونجا بود تا از کما اومد بیرون. 2 تا عمل جراحی خیلی پر از ریسک و روش انجام شد. 2 تا جراحی عمل مغز بود، ولی آخر سر مقداری از ترکیش‌ها رو نتونستن از جمجمش بیرون بیارن. بعد از مدتی مجبور شدیم که از کشور خارجش کنیم به خاطر اون شرایطی که گفتم پیش اومده بود براش و میترسیدیم که اگه کوچکترین مشکلی پیش اومد، مثلا حتی یه بازداشت معمولی با این رفتاری که اینا دارن، علیرضا به هیچ وجه نمیتونست بدون ادامه درمانش زنده بمونه. واسه همین مجبور بودیم از کشور خارجش کنیم. خارجش کردیم، تو ترکیه رفت، سازمان ملل UN خودشو معرفی کرد، از اونجا رفت به بوستون آمریکا پناهنده شد و اونجا به خاطر همین جراحات ناشی از صدمه‌ای که دیده بود، شلیکی به سرش شده بود، سکته کرد و فوت کردش متاسفم. خبر که خود به خود به وجود نمیاد، آدما خبرساز میشن. آدم‌های خبر در صفحه آخر، برنامه متفاوت از صدای آمریکا. صفحه آخر، جمعه ها 8 شب. در هفته‌ای که گذشت همچنان شاهد پیامدهای مقاله حسین علایی، نخستین فرمانده نیروی دریایی سپاه بودیم. مقاله‌ای که در 19 دی ماه در روزنامه اطلاعات منتشر شد و این برداشت را برای خوانندگان این مقاله به وجود آورد که حسین علایی وضعیت بحرانی ماه‌های آخر حکومت شاه را با اوضاع امروز مقایسه می‌کند. اگرچه اعتراض رسانه‌های حکومت و بعضی افراد حکومت و تظاهرات دسته‌های سرکوب خیابانی در مقابل خانه حسین علایی و مقاله واکنشی 12 فرمانده سپاه از دلایلی بود که سبب شد حسین علایی در مطلبی دیگر بر اعتقادش به ولایت فقیه تأکید کند و بگوید برداشت‌ها از مقالش غلط بوده، حمایت 3 عضو ارشد و فرمانده پیشین سپاه از حسین علایی و مقاله او و حرف‌های صریح عماد افروق که او هم سپاهی بوده در سیمای جمهوری اسلامی در ضرورت تقدس زدایی از رهبر بیان بخشی از واقعیت نارضایتی‌ها در میان سپاهیان بوده است. حتی 12 فرمانده سپاه که نخست حسین علایی را نمک خورده از سفره رهبر و نمکدان شکسته خوانده بودند، در نامه‌ای سرگشاده از او دلجویی کردند، نامه دوم آنها، و گفتند ارادت داریم. حسین علایی کیست؟ به سراغ مراد ویسی، خبرنگار رادیو فردا و مدرس پیشین سازمان و تشکیلات نیروهای مسلح در دانشکده خبر تهران می رویم. آقای ویسی، درود بر شما. خواهش می‌کنم بفرمایید. سلام بر شما. آقای علایی از دانشجویان قبل از انقلاب دانشگاه تبریز بودند
بعد از انقلاب فرمانده سپاه تبریز بوده، در یک مقطعی فرمانده سپاه ارومیه بوده. بعد که جنگ شروع شد مسئول عملیات قرارگاه کربلا بود که قرارگاه کربلا اون موقع بزرگترین قرارگاه جنگی ایران بود قبل از اینکه قرارگاه خاتم درست بشه. سال 64 هم که نیرو دریایی سپاه درست شد، فرمانده نیرو دریایی سپاه بود، اولین فرمانده نیرو دریایی سپاه بود و مسئول قرارگاه نوح بود و به عنوان فرمانده نیرو دریایی سپاه مسئول اصلی عملیات دریایی سپاه در طول جنگ بود، هم در مقابل عراق و هم درگیری هایی که در اواخر جنگ بین نیروهای دریایی ایران و امریکا پیش اومد. مسئول اصلی عملیات در اون موقع و فرمانده دریایی ایران آقای علایی بودند. بعد از جنگ هم رئیس ستاد مشترک سپاه شدند که طبق چارت سپاه سومین مقام عالی رتبه سپاه بعد از فرمانده کل و جانشین محسوب میشد. در یک مقطعی از سال 71-72 مسئول مسلح تهران شد که در حال ساخت بود. شاید به نظر بیاد این پست ساده ایه، ولی از این نظر مهم بود که این پست مستقیم کسی که مسئولش بود با آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی کار میکرد. بعد از انتخابات سال 76 هم که بالای 70% از نیروهای سپاه با آقای خاتمی رأی دادن، در سپاه یک طرحی اجرا شد به اسم طرح بصیرت که مانع از ادامه این گرایش در بین نیروهای سپاه بشه. یکی از کسانی که اونجا تدریس میکرد آقای علایی بود و بعد مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح شد و استاد دانشگاه امام حسین. اگر بخوایم جمع کنیم وضعیت آقای علایی رو در بین سپاه، فردی هست که در بین نیروهای سپاه به عنوان یک فرمانده باسواد و محبوب تلقی میشه، منتقد همزمان احمدی نژاد و قالیباف هست و هیچ کدوم از این دو چهره رو تایید نمیکنه و کما فی سابق چون اکثر فرمانده های سپاه در دوره جنگ با آقای هاشمی رفسنجانی نزدیکتر بودن تا آقای خامنه‌ای و اینم آقای هاشمی در خاطراتش به صراحت نوشته، حسین علایی از فرماندهانی بود که بیشتر به آقای هاشمی نزدیک بود مثل خیلی از فرماندهان سپاه. و البته در دعوایی هم که در سالهای اخیر بین محسن رضایی و هاشمی رفسنجانی در گرفته بود سر اینکه سپاه میگفت آقای هاشمی معتقد بود جنگ تا یک پیروزی، ما معتقد بودیم جنگ تا پیروزی. علی شمخانی و حسین علایی از جمله افرادی بودند که فکر میکردن نظر هاشمی رفسنجانی واقع گرایانه تر است و ایران باید یک پیروزی در مقابل عراق به دست بیاره و جنگ رو تموم کنه. در مجموع ایشون به عنوان یک نیروی محبوب و باسواد در بین نیروهای سپاه شناخته میشه و اصلاح طلبان ایران هم بدون اینکه این فرد یک فرد حزبی باشه و همچنان یک نیروی سپاهی هست، ایشون رو یک فردی میدونن که دارای افکار نو، روشنفکرانه و نزدیک به این دیدگاه هست که باید صدای مردم رو شنید. افزون بر این که شما اشاره کردین که انتقادهای جدی داره به دولت و رئیس دولت محمود احمدی نژاد، دولت فعلی، بر پایه پاسخ مقاله حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در کیهان در واقع آنطور که شناخته می شود، آقای علایی، حسین علایی مطلب نسبتاً تندی علیه او نوشته است و به ویژه هم با تکیه به این موضوع و هم با تکیه به اون مقاله 19 دی ماه ایشون که نوشته بودند که خوب است که از سرنوشت شاه بعد از خروج از کشور سایرین هم عبرت بگیرن، به صراحت در اون مطلب نوشته شده بود. خب هیچ برداشت دیگری غیر از اینکه سایرین یعنی رهبر جمهوری اسلامی، رهبر حکومت، رهبر نظام نمی شود کرد.